دوستان سلام، محمد ظروفچی هستم، بنیانگذار کریپتو باز. امروز میخوایم در مورد نحوه کار با بایننس صحبت بکنیم، یه آشنایی مقدماتی پیدا بکنیم با بایننس. علت این که بایننس رو انتخاب کردیم چند تا مسئله است. ببینید، اولا که شما برای اینکه بخواید ترید بکنید، معامله بکنید، نهایتاً باید یک پلتفرمی رو انتخاب بکنید که کوین های مختلف توش وجود دارن، معامله میشن و برید داخل اون ثبت نام بکنید و ازش استفاده بکنید. تقریبا میشه گفت بهترین پلتفرمی که تو کل دنیا برای کریپتو وجود داره بایننس و از جهات مختلف واقعا برتری داره نسبت به پلتفرم های دیگه و قابل استفاده است. افراد میتونن استفاده کنن، علل خصوص برای ما ایرانی ها که با معضلی به نام تحریم روبرو هستیم میتونه گزینه مناسب تری باشه. حالا اینکه چرا واقعا بایننس بهترین پلتفرمه چند تا دلیل داره. نکته اولش اینه که بایننس تقریبا میشه گفت بالاترین حجم معاملات بین اکسچنج های مختلف رو داره و نقدینگی که توش وجود داره نقدینگی خیلی بالاییه. نکته بعد اینه که بایننس تنوع کوینایی که داخلش هست تنوع خیلی جذاب و خوبیه. شما گزینه‌های زیادی دارید برای اینکه بخواید معامله بکنید. توی پلتفرم‌های دیگه بعضن کوینایی که وجود داره خیلی تعدادشون کمه و شما از جهت اینکه دستتون باز باشه بخواید بین کوین‌های مختلف سویچ بکنید محدودتر هستید. اما بایننس این خاصیت رو داره که برای شما این فضا رو ایجاد میکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که بایننس امنیت به شدت بالایی داره نسبت به اکسچنج‌های دیگه. امنیتش خیلی خوبه و جزء واقعا نامبر وانای حوزه کریپتو محسوب میشه. یعنی به عنوان تاپای در واقع حوزه کریپتو، شرکت‌هایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن جزء لیدرهای صنعت کریپتو از جهتی محسوب میشه. نکته بعدی که وجود داره اینه که بایننس به دلیل حالا اعتباری که داره معمولا هر کوینی رو به پلتفرمش اضافه نمیکنه و اون دفعه ایاتون باشه صحبت کردیم ما بیشتر از 6-7 هزار تا کوین داریم توی بازار، ولی همه این کوین ها لزوما کوین های معتبری ممکنه نباشن، ولی خب بایننس کوین هایی که حالا توی بازار بهترن عمدتاً اضافه میکنه به پلتفرمش و میشه با اون کوین ها کار کرد. حتی یه چیز 100% نیست اینکه بگیم هر کوینی توی بایننس اضافه میشه لزوما بهترین کوین و اینا، این نیست، ولی نسبت به متوسط حالا اکسچنج های دیگه کوین های بهتری داخلش وجود دارن و اصطلاحاً لیست میشن، اضافه میشن. در مورد کار در ما ایرانی ها با پلتفرم های این شکلی، ببینید ما ایرانی ها تحریم هستیم در استفاده از پلتفرم هایی که سرویس های در واقع اکسچنج ارائه میدن. منتها بایننس یه چند تا مزیت داره که نسبت به پلتفرم های دیگه یکم بهتر در واقع میکنه این قضیه رو. اسم نظرسنجی هم حالا من چند وقت پیش دیده بودم، بیشترین و پرطرفدارترین پلتفرمی که تو ایران استفاده میشن بایننس. یعنی با اختلاف خیلی زیادی بایننس توسط اکثر تریدرها استفاده میشه. ببینید شما به عنوان یک انسان ایرانی نمیتونید توی بایننس ترید بکنید. یعنی بعضن خیلی از این پلتفرم ها برای اینکه شما ثبت نام بکنید از شما مدارک هویتی میخوان و تا مدارک هویتی ندید اجازه نمیدن شما ترید بکنید. بعضی دیگه‌شون چیکار میکنن؟ اینطوری ان که آقا یک دسترسی حداقلی به شما میدن برای ترید کردن، اگه بخواید از اون سطح بالاتر ترید بکنید از شما مدارک هویتی میخوان. بایننس هم این شکلیه، یعنی با یه محدودیت خاصی به شما میگه آقا شما نیازی نیست احراز هویت بکنی، اگه از اون خواستی فراتر بری بیا احراز هویت بکن و مدارک تو ارائه بده که بتونیم با هم کار بکنیم. محدودیتی که در واقع داره بایننس برای کسایی که بدون احراز هویت کار میکنن، محدودیت برداشت روزانه 2 بیت کوینه که عدد خیلی بالاییه، به خصوص برای آدمایی که حالا افرادی که تازه میخوان وارد این فضا بشن و احتمالاً باید با پولای کم شروع بکنن، تست بکنن. عدد قابل توجهیه
و از این جهت محدودیت محسوب نمیشه. یه نکته دیگه هم که بایننس داره، بایننس رفته توی دون از این کشورهای خیلی گمنام به نام مالت، یه جزیره رفته اونجا شرکتش رو ثبت کرده که خیلی از این قوانینی که حالا گریبانگیر خیلی از این شرکت‌های فعال توی سطح بین‌الملل میشه، این اتفاق براش نیفته، یعنی مجبور نباشه لزوما احراز هویت کنه کار براش رو. از این جهت ما ایرانی‌ها بدون احراز هویت میتونیم با بایننس کار بکنیم. چند تا نکته رو خیلی باید توجه بکنیم برای استفاده از بایننس. نکته اول اینه که شما وقتی در واقع ثبت نام کردید داخل بایننس و وارد حالا اکانتتون شدید، به هیچ عنوان آی پی ایران نباید روی اکانتتون بیفته و اگه بیفته اکانتتون بلاک میشه، که حالا اینها رو یکی یکی توضیح میدم که باید چی کار کرد. نکته دوم این که اگر آی پی شما متغیر باشه، یعنی مثلا از این وی پی ان های معمولی یا از این پروکسی های معمولی استفاده بکنید که اینها معمولا به سرورهای مختلف وصل میشن و آی پی شون عوض میشه، بایننس حس میکنه شما مثلا رباتید یا یه شخص حقیقی نیستید، اکانتتون رو بلاک میکنه و میگه که بیا احراز هویت کن و از این داستانا. نکته بعدی که وجود داره اینه که اگر یه موقعی آی پی ایران روی اکانت شما افتاد، اکانت شما بلاک میشه، اما اگر شما به بایننس بگید من ایرانیم، به شما اجازه میده پولتون رو از حسابش خارج بکنید. یعنی مسئله این که پولتون رو کامل بلوکه بکنه با ایرانی ها نداره، صرفا اجازه فعالیت نمیده، میگه شما پولتون رو از پلتفرم ببر بیرون که این کار رو انجام بدید، میتونید حالا یه حساب دیگه مجدد باز بکنید و این داستانا. برای اینکه مسئله آی پی غیر ثابت رو حل بکنید، شما باید یک VPS تهیه بکنید که حالا ما اینجا ببینید گوگل یه سرچ ساده اگر داشته باشیم، VPS یه سرچ ساده بکنید کلی فروشنده VPS میاد براتون، میتونید VPS تهیه بکنید، به شما یه IP ثابت میده. منتها حواستون باشه ایران که گفتیم IP نباید بیفته، IP آمریکا هم نباید استفاده بکنید، چون بایننس و کاربرهای آمریکایی هم اجازه نمیده که در پلتفرمش فعالیت بکنن و برای آمریکایی ها یه پلتفرم مجزایی رفته دیولپ کرده و توسعه داده. این از فضای کلی کار با بایننس. برای اینکه شما بخواید شروع بکنید با بایننس کار بکنید، ببینید یه چکی هم همیشه میتونید بکنید و آی پی خودتون همیشه تشخیص بدید. من سرچ میکنم where is my IP، به من یه آی پی میده. اولین سایت یا سایت هایی که میارن شما میتونید ببینید. ببینید الان منطقه من نوشته کانادا، VPS من تو کانادا. الان من اگه سرورم رو قطع بکنم، الان برای من ایران آورد. این رو میتونید همیشه چک بکنید قبل از اینکه لاگین بکنید رو بایننس. یه سری افزونه هایی هم هستش که اگر آی پی تون قطع بشه خودکار شما رو در واقع قطع میکنه، نمیذاره اصلا استفاده بکنید از اینترنت. روی همین کروم میتونید نصب بکنید، دارم میتونید بگردید پیداش کنید. بریم توی بایننس ثبت نام بکنیم ببینیم که چه اتفاقی باید بیفته. من یه ایمیل فرضی ساختم و میخوایم با اون ایمیل یک اکانت بسازیم. یه پسورد خوب انتخاب بکنید. اینجا هم مثل نوبیتکس باز ریفرال آیدی داره. شما میتونید از یه نفری که حالا معرفیتون کرده ریفرال آیدی بگیرید. بعضی از کارمزدهای معاملات شما بخشیش به اون فرد میرسه. شما هم میتونید در واقع آیدی ریفرالتون رو بدید به افراد برای اینکه درآمدزایی بشه. یه نکته من اینجا بگم، اینجا لازم برگردم ببینید. نگاه کنید
اینجا شما هم میتونید با موبایل ثبت نام کنید، هم میتونید با ایمیل ثبت نام کنید. با موبایل به هیچ عنوان ثبت نام نکنید، چون که ما ایرانیم و شماره ایران نشون میده که ما ایرانیم. از این جهت شما اگر استفاده بکنید مشخص میشه و نباید این کار بکنید. خب من الان این کارو که کردم، چون یه بار رجیستر کردم، میگه که تو یه بار رجیستر کردی. بریم لاگین کنیم ببینیم که چه اتفاق افتاد. خب میگه که اکانت وریفیکیشن یه کد برای ایمیل من فرستاده، میگه که برو ایمیل تو چک کنیم، کد رو برای من وارد کن. من کد رو وارد میکنم، میره مرحله بعد. الان من وارد حساب بایننسم شدم. ببینید این کلیت فضای بایننسه. توی صفحه اولش که حالا کوینا رو نوشته، کوین اصلی و قیمتشون و درصد تغییراتشون و اینا رو میتونید ببینید. برای اینکه کار بکنید با بایننس، نکته اولی که خوب رعایت بکنید توی این قسمت که عکس آدمکیه، اینجا مشخصات مختلف پروفایل شما وجود داره. روی این قسمت و این قسمت سکیوریتی من کلیک میکنم. ببینید میگه برای امنیت بیشترت یا فوند وریفیکیشن انجام بده یا گوگل وریفیکیشن. که طبیعتا شما نباید با فوند با تلفنتون انجام بدید این کار رو. با گوگل وریفیکیشن ما این کار رو انجام خواهیم داد که براتون توضیح میدم. ببینید این گوگل وریفیکیشن داستانش چیه؟ توی این قسمت سکیوریتی که بهتون گفتم اگر بیاید میتونید این گوگل اتنتیکیتورتون رو فعال کنید برای اینکه امنیت حسابتون بره بالا. اگه یادتون باشه توی نوبیتکس هم یه شناسایی دو عاملی داشتیم که اونجا فعال میکردید و امنیت حسابتون میرفت بالاتر. من میخوام الان گوگل اتنتیکیتورم رو فعال بکنم. میزنم روش، به من 3-4 تا استپ معرفی میکنه، میگه این کارا رو بکن تا اکانتت وریفای بشه. نکته اول میگه که گوگل اتنتیکیتور اپلیکیشنش رو نصب بکن، چه اپ استور چه گوگل پلی. برای دسکتاپ اگر از کروم استفاده میکنید افزونش هست که من افزونش رو اینجا دارم و شما میتونید از افزونش استفاده بکنید، یا اگه میخواید رو گوشیتون داشته باشید روی گوشی دانلود کنید. من خودم روی حالا دسکتاپ راحت ترم. مرحله بعدی که میرید یه دونه QR کد به شما میده و یه کد چند رقمی. نکته‌ای که وجود داره اینه، اگر یه موقع مثلا اگر شما گوگل اتنتیکیتور رو روی گوشیتون دارید استفاده میکنید، اگر یه روزی گوشیتون رو بدزدن دیگه نمیتونید به اکانتتون دسترسی داشته باشید. داشتن این کد باعث میشه که بتونید به اکانتتون دسترسی داشته باشید. اگر از لپتاپ استفاده میکنید و روی لپتاپ این رو دارید، حتما اسکرین شات این رو داشته باشید و روی یه جای غیر از لپتاپتون نگهداری بکنید. روی هاردی، فلش مموری جای نگهش دارید. اگر هم روی گوشی دارید که باز مثلا رو لپتاپ یا یه جای غیر از گوشیتون حتما اینو داشته باشید. میتونید رو کاغذ یادداشت کنید، میتونید هم اسکرین شات ازش بگیرید. خب الان این رو باید با گوشیتون در واقع اسکن بکنید، یا با گوشی اسکن کنید یا با این افزونه اینجا یه دونه امکان اسکن کردن به شما میده. من این رو اسکن میکنم، میگه که به گوگل اتنتیکیتور تو اضافه شد. میریم جلو. ببینید این گوگل اتنتیکیتور خاصیتش چیه؟ مثل رمز پویای خودمونه. هر 60 ثانیه یه بار یه رمز به شما میده، از اون استفاده میکنید، وارد حساب کاربریتون میشید. میگه این رو یادداشت بکن که حالا من برم عقب. حواستون باشه که یه اسکرین شات حتما ازش بگیرید. حالا من چون با این نظام کار نمیکنم اسکرین شات نمیگیرم. و میگه که برای فعال سازی گوگل اتنتیکیتور در گام اول
یه ایمیلی برای تو میفرستم، این ایمیلی یه کدی داخلشه، این کد رو بیا وارد بکن. من میرم کد رو وارد میکنم اینجا. این گوگل اتنتیکیتور این کدی که داره به من میده رو کپی پیستش میکنم اینجا و سابمیت رو میزنم و با موفقیت الان لول امنیتی حساب من رفت بالاتر و این تو FAش فعال شد. این پس از مسئله امنیت حساب شما. یه سری کارهای دیگه هم اینجا میشه کرد که حالا من خیلی بهش نمیپردازم، میتونید یادش بگیرید. الان میخوایم چی کار بکنیم؟ الان میخوایم یک مقدار پولی که یک مقدار بیت کوینی که از در واقع از نوبیتکس که قبلا خریده بودیم رو بیاریم وارد کیف پول بایننسمون بکنیم. ببینید اینجا بالای سری تب شما میبینید. این تب والت رو اگه ببینید این مربوط به کیف پول شما میشه. اوورویو رو یا بزنید. اوورویو داشبورد کلی و نمای کلی کیف شما رو به شما نشون میده. این اثبات هم مربوط به کیف پول رمزارزهای شماست. بذارید من بقیه صفحات رو ببندم که گیج نشید خدای نکرده. پس من اومدم تو والت توی قسمت اثبات. خب ببینید اینجا در واقع کوین هایی که در بایننس موجود هست برای شما لیست شده. موجودی همش صفره. اینجا یه دکمه‌ای داره، میتونید هاید اسمال بالانسز رو بزنید. اونهایی که توی کیف شما در واقع موجود نیست رو هاید میکنه یا موجودیش خیلی خیلی کم رو هاید میکنه. صرفا اونایی که تو کیف پول شما موجودی داره رو نشون میده. اینجا مبلغ کل پولی که دارید رو به BTC، ارزشش به BTC یعنی بیت کوین رو نشون میده و اینجا معادل دلاریش رو بهتون توی کیف پول نشون میده. اگه من بخوام پول بیارم واریز کنم به کیف پول بایننسم، اینجا یه دکمه‌ای داریم به نام دیپازیت که معنیش دریافته. میزنم وارد صفحه کیف پول ها میشم. ببینید اینجا کوینی که میخواید واریز کنید به حساب بایننستون اینجا میتونید سرچ بکنید. اگه مثلا تتره اینجا من سرچ میکنم و پیداش میکنم که الان ما میخوایم با بیت کوین این کارو بکنیم. من بیت کوین رو انتخاب میکنم و این آدرس کیف پول بیت کوین من به صورت QR کده، این هم به صورت استرینگش رشته ایشه. اینجا به شما یه قابلیتی میده که میتونید این استرینگ رو کپیش کنید که من الان کپی کردم. در واقع من میخوام پولی از نوبیتکس برداشت بکنم و واریز بکنم به حساب بایننسم. پس آدرس کیف پول بایننسم رو نیاز دارم. اینجا کپیش میکنم، میرم توی نوبیتکس. خب توی نوبیتکس همونطور که میبینید من مقدار بیت کوین دارم. خب میرم تو قسمت کیف های من. میبینید که اینجا بیت کوین کیف پولش آدرسش مشخصه، چه QR کدش چه رشته ایش. اینجا میزنم چی برداشت میخوام بکنم از نوبیتکس بریزم به حساب بایننسم. میگه مبلغ برداشت چقدره؟ میگه اولا که موجودی قابل برداشت شما اینقدره. من انتخابش میکنم، دستی هم میشه وارد کرد. آدرس کیف پول مقصد همونی که از بایننس کپی کرده بودم. میتونید چند تا حرف اول و چند تا حرف آخرش هم چک بکنید که یکیه و کارمزدم میگه انقدر میگیرم. ایجاد درخواست برداشت رو میزنم. نوبیتکس میگه که یک کدی من برای تو فرستادم، برو این کد رو برای من بخون تا در واقع من این درخواست تو رو انجام بدم. خب من کدم رو وارد کردم. همونطور که میبینید وضعیت درخواست انجام شد و تایید اولیه اتفاق افتاده و میریم سراغ در واقع
بایننس. خب یک نکته‌ای که بایننس داره اینه که حالا تا زمانی که در واقع این پولی که من درخواست دادم بیاد تو حساب ما، بریم یه فضای کلی بایننس رو یه نگاهی بهش بندازیم تا این درخواست انجام بشه و برگردیم با این پول در واقع کاری کردن. ببینید اینجا توی این پنل بالا که توی صفحه اصلی هم توی همه صفحات دارید شما، یه قسمتی داره به نام ترید. این ترید قسمتیه که در واقع شما میتونید ترید بکنید و هر کدوم از اینا رو حالا یه داستانی داره. قسمت کلاسیک و قسمت ادوانس چیزی که مربوط به ماست و میتونیم داخلش ترید بکنیم. یکم ادوانسش یعنی حالا ادوانس یعنی حرفه‌ای دیگه، یکم حالا قیافه و شکل و شمایلش با این کلاسیک فرق میکنه، ولی من چون از اول دیگه میخوایم حرفه‌ای کار کنیم و از اول عادت کنیم به همین محیط ادوانس، من رو در واقع محیط ادوانسش کلیک میکنم. خب ببینید اولا که برای شما اینجا یه چارتی میاره، میتونید اطلاعات قیمتی هر کدوم از کوینایی که میخواید رو در واقع داشته باشید. اینجا میتونید کوین رو سرچ کنید، اینجا میتونید کوین رو سرچ بکنید و نمودارش رو باز بکنید. اینجا چیه؟ این قسمت صفحای خرید و صفحای فروشه که اگه یادتون باشه توی نوبیتکس هم همچین چیزی رو ما داشتیم. برای انجام خرید و فروش اینجا یه پنل داره، یه قسمتی داره که شما بای سل هر کدوم رو بخواید انجام بدید روش میزنید و مقدار و حالا قیمتی که مد نظرتون هست با توجه به شرایط بازار انتخاب میکنید و خرید فروشتون رو انجام میدید که اینا رو حالا توی جلسه بعد مفصل‌تر با هم صحبت خواهیم کرد. اینجا هیستوری و تاریخچه معاملات و اوردرها، سفارش‌هایی که شما گذاشتید رو نشون میده که الان سفارشی نداریم فعلا ما، و این فضای کلی حالا بایننسه. این فضای کلی بایننس. بریم یه سر توی بخش کیف پولمون مجدد ببینیم که برای بیت کوینی که انتقال دادیم چه اتفاقی افتاده. هنوز نیومده به کیف پول ما. خب همونطور که میبینید یکم طول کشید، اما بیت کوین من اومده به حسابم. گهگاهی ممکنه حالا زمان ببره یا کم و زیاد بشه و اینا، اما معمولا سریع میاد به حسابتون. اینجا مقدار بیت کوینی که از اون ور در واقع انتقال دادم الان اومده به حسابم. این پایینم ریسنت دیپازیت هیستوری رو براتون نمایش میده و شما اگر روی این ترانزکشن آیدی کلیک بکنید میتونید برید توی بلاک چین در واقع اون مشخصات تراکنش رو توی بلاک چین بیت کوین ببینید. نکته دیگه ای که حالا وجود داره خوبه در موردش صحبت کنیم. ببین اولا که این قسمت والت و قسمت اوورویو که شما کلیت مشخصات حسابتون رو میتونید ببینید. اولا مبلغ کلی که والتتون داخلش موجود هست رو نشون میده، میگه آقا اینقدر BTC موجودی والتتونه که معادل 12 مثلا خورده دلاره. این قسمت هم قسمت اسپات والته که شما باش کار دارید و همون چیزی که از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید تو قسمت اوورویو هم میتونید ببینیدش و واردش بشید و باش کار کنید. حالا یه موقع شما میخواید این پولی که واریز کردید رو برداشت بکنید، کنار این دیپازیتی قسمتی داره به نام ویدرا، یعنی برداشت از حساب، و کاری که میکنید دقیقا مثل همون واریزی که انجام دادید. میرید اینجا کوینتون رو انتخاب میکنید، اینجا میبینید که آدرسی که میخواید بهش واریز بشه چیه. مثلا من میرم توی نوبیتکس قسمت کیفای من بیت کوین قسمت واریز، این میشه آدرس
کیف پول من کپی پیستش میکنید، بیاد اینجا وارد میکنید و مقدارش هم اینجا میزنید و خلاصه سابمیتو که انجام بدید دقیقاً مثل همون مکانیزم قبلی میتونید پولتون رو برداشت بکنید. این کلیت فضای بایننس و اگر بخواید حالا در واقع بعد از وارد کردن پول به حسابتون بخواید شروع بکنید ترید، انشاءالله در جلسه آینده یکم مفصل‌تر در مورد ترید در بایننس صحبت خواهیم کرد، اینکه چطور میشه داخلش سفارش گذاشت، چطور میشه کوین‌های مختلف رو سرچ کرد و نمودارشون رو دید. این رو انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد و کم کم دیگه با ابزارهای مختلف آشنا خواهیم شد و اینکه بتونیم حالا چطوری از تحلیل استفاده بکنیم و کم کم به سمت پایان فصل مقدماتی خواهیم رفت و فصل بعدیمون شروع خواهد شد که انشاءالله تحلیل‌های مختلف و اینکه بتونید یاد بگیرید تحلیل کنید بازار رو و خودتون شروع کنید ترید کردن. مرسی که با من بودید، خسته نباشید، تا جلسه بعد، خدا نگهدار.